این ایونت و رودشویی که دیروز کمپانی دیولوپر عزیزی در لندن اجرا کرد و خوشبختانه AAQ هم در معیتشون بود و با همدیگه داشتن در واقع این رودشو رو اجرا می‌کردن. دوست داشتم که توضیحی با توجه به توضیحاتی که آقای سعید دادن یه توضیحی در رابطه با این پروژه ونیز داشته باشیم. اجمالاً دوست دارم بگی که اصلا ونیز و برداشت که شما از توضیحاتشون کردی چی بود؟ در منطقه دبی ساوت هست، نزدیک فرودگاه آل مکتوم، فرودگاه جدید دبی و پالم جبل علی. پس به لحاظ موقعیتی منطقه خیلی رو به رشد داره و بازگشت سرمایه توی این منطقه خیلی عالیه. پروژهشون واتر استایل هست و 2 فاز داره، فاز 1 و فاز 2 که هر کدوم از این فازها برای خودش در آخر سال و اول سال 2026 تخفیفات مخصوص به خودشون داره. در فاز 1 DLD ویور هست، یعنی اون هزینه ثبت سند رو 4% رو پرداخت نمی کنن اگر در دسامبر خرید کنن. اگر در ژانویه سال 2026 خرید کنن این هزینه میشه 2%. فاز 2 که ویو بهتری نسبت به فاز 1 داره، تخفیفی که براش در نظر گرفتن 10% هست. بخاطر که در کنار منشن ها و ویلاها هستش و مسلماً دیمند بیشتری داره و کلاً توی اجاره هم مسلماً اجاره های بالاتری خواهد داشت. و دوستانی که در خارج از دبی میخوان خریداری کنن براشون یک لینک فرستاده میشه، با 3% ارزش ملک میتونن واحد مورد نظرشون رو بوک کنن. از طریق AAQ به اخبار روز و آپدیت های بسیار بسیار جذاب ملکی میتونید دسترسی داشته باشین و خریدتون رو از طریق اسکرو اکانت انجام بدید. در رابطه با سامانا خیلی گفتنی زیاد داریم، به لحاظ اینکه دارن میرن تور بر صورت رودشوشون داره میرسه فردا به هلند، لهستان. بله، و اینکه با کمپانی الخیل همچنان خوشبختانه همکاری دارن. بله، دارن میرن جلو و به امید اتفاقای خیلی عالی. 2 تا پروژه سامانا که خیلی مطرح هستش، یکی اوشن پرل در دبی آیلند که همون مثل پالم قدیم هستش و خیلی جای رشد داره به لحاظ لاکچری بودن و یونیک بودن، و یکی هم پروژه DLRC نزدیک آکادمی سیتی. شما در رابطه با این 2 تا چی می‌دونی؟ چجوری می‌تونی؟ در مورد اوشن پرل همونطور هم که قبلا گفتم یک زندگی لاکچری بهت میده، یعنی میتونی یه در منطقه هم هستش که بازگشت سرمایه ROI خیلی خوبی داره. بله. تعداد طبقاتش کمه، فکر میکنم توی 6 یا 8 طبقه باشه. لورایز هست. بله. و استخر اختصاصی، فکر کنم این استخر اختصاصی شده برند یونیت های سامانا. خوشبختانه استخر رو در واقع اونا باب کردن در امارات که پرایوت پول در بالکنی. و سیلیکون اواسیس هم که DLRC نزدیک آکادمی سیتی هستش، نزدیک بلو لاین مترو و نزدیک ارزم به حضورتون که زندگی شاهانه داره به لحاظ فول فسیلیتی بودن و خب در نزدیک آکادمی سیتی هم همون دانشگاه و همه چی دور و برش هست، بیمارستان‌های فوق‌العاده و همه امکانات کنارش هست. پس با سامانا با نیلوفر ثابت همراه هستی. بیشتر برای من توضیح میدی نور عزیز در رابطه با وینسیتوره چی داره و چه جوریه؟ بله، من اسمش خیلی توجهمو جلب کرد و ماکتشو که دیدم و عکس‌هاشو، پروژه خیلی به سبک ایتالیایی ساخته شده و این سلامت محور بودنش، چون هم من هم بهیجون خیلی اهل ورزشیم، توجهمو خیلی جلب کرد. ساختمون کلا 31 طبقه است ولی 8 طبقه امکانات رفاهی داره، یعنی بیش از 65 امکان رفاهی، از باشگاه بزرگسالان و کودکان، کسایی که پت دارن، فضای مخصوص پت، بله، پیاده روی در فضای معلق که فکر کنم خیلی جذاب باشه، از حمام ترکی و استخر حمام نمک و استخر روباز، محل آفتاب گرفتن اختصاصی، اسپای کلی داره. بله، بگیر تا سینمای روباز، خانه کاملا هوشمنده، پارکینگ سرپوشیده، بله. و کسانی که به سلامتی محیط زیست علاقه‌مندن، یعنی در این حد این پروژه به سلامتی محیط زیست و حالا انسان‌ها علاقه‌منده، که ایستگاهش شارژ برای خودروهای برقی هم داره، بله. چون خب هر خیلی جالبه اگر تونسته در واقع پا بذاره
پشت اعمار و اینکه اون قدم‌های اعمار رو تعقیب کنه برای اینکه خریدار راضی باشه. بله. بعد در مورد کسانی که کش بایر هستن میتونن 8% سود سالانه داشته باشن و پلن پرداختش هم اقساط هست. یعنی 24% اقساط بعد از تحویل داره که فکر می‌کنم خیلی خوب باشه. این 2 سال اقساط بعد. بله 2 سال خیلی خوبه. از واحدها از استودیو تا 3 خواب موجود هست، از 800,000 درهم شروع میشه تا 3,100,000 درهم. مسلماً استودیو 1 خوابه. بله و استودیو 2 خوابه و 3 خوابه. از لحاظ دسترسی به جاده العین و بزرگراه شیخ زاید نزدیکه. به مراکز تفریحی دهکده جهانی IMG حدود 8 دقیقه فاصله داره. مرکز خریدی که نزدیکش از سیتی لند هولوش 10 تا 15 دقیقه و تا برج زیبای خلیفه هم 20 دقیقه زمان داره. فوق‌العاده. هستیم با هم دیگه که این پروژه جذاب و در واقع شاهد خرید شما عزیزان باشیم. در نیمه دوم 2029 هم تحویلتون میشه. فوق‌العاده.